اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث تقدم قاعده ید بر استصحاب بودیم. آیا قاعده ید بر استصحاب مقدم است یا نه؟ وارد بحث قاعده ید شدیم. یکی از بحث‌هایی که فی جمله به او اشاره کردیم ولی تمام نشد در جلسه قبل این بود: اگر شیء واحدی تحت دو تا ید باشد، یعنی نسبت به او دو نفر ذوالید باشند، تعبیر امام رضوان الله علیه این است، فرمودن الجهة الخامسه حال الیدین علی شیء واحد. اگر شیء واحدی تحت دو تا ید باشد و دو نفر به او نسبت به او ذوالید باشند، در اینجا چه باید کرد؟ مقدار حرف امروز تکراره، ولی چون بحث رو تمام نکردیم بعضی تکرارها الزامیه. امام فرمودن که در اینجا سه نوع تصور دارد. دو تا ید بر شیء واحد دو نوع تصور دارد. یک نوع این است هر دو ید نسبت به تمام اون شیء ید مستقله باشند، یعنی حق تصرف در تمام اون شیء رو دارند. هر دوتا اینطوری باشند و علامت دو تا ملکیت مستقله هم باشد، یعنی زید مالک مستقلا لهذا الکتاب به تمامه، امر مالک مستقلا لهذا الکتاب. اینجوری باشه. این یک احتمال داره. احتمال دوم این است که هر دو مالک باشند و هر دو ذوالید باشند نسبت به تمام این شیء، منتها ید ناقصه داشته باشند، به این معنا که درست در همه دخل و تصرف میکند، منتها با اذن شریکش باید باشد. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که اصلاً بر تمام ید نداشته باشند، بر نصف مشاع ید داشته باشند. این سه حالت و سه صورت تصور داره. امام رضوان الله علیه فرمودن اما صورت اول، یعنی دو تا ید مستقل کامل بیانگر دو تا ملکیت مستقله به تمامه، اینجور چیزی در اعتبار عقلا وجود ندارد و اصلا معقول هم نیست. چون معنای این که زید ملکیت مستقله بر این شیء دارد یعنی امر ندارد.
امر مالکیت مستقله دارد یعنی زید مالکیت مستقله ندارد. هر یکی استقلالشان مناقض است و معارض است با استقلال دیگری. پس این غیر معقوله. تا اینجا فرمایش امام رو نقل کرده بود. امام فرمودن در عین حال مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ملحقات عروه، کتاب عروه قسمت ملحقات، در باب قضا فرموده است که اجتماع مالکین مستقلین لمال واحد اشکال نداره. مرحوم سید رضوان الله علیه 2-3 مورد برای ملکیت مستقله مثال زده است و 1-2 مورد برای حق اختصاص مثال زده است و فرموده است این موارد حق اختصاص هم مانند مالکیت مستقله است. مثال هایی که زدن، اولا مثال زدن به موردی که یک شی ملک نوع باشد، ملک مصادیق و افراد نباشه. مثل چی؟ مثل خمس ملک است برای نوع سادات، برای سادات به عنوان انهم نوع و صنفون، نه به عنوان انهم مصادیق لحاظر، به مصداق کاری نداریم. اگر ملک نوع است یعنی چی؟ یعنی این هاشمی هم ملکیت مستقله دارد، هاشمی دوم هم ملکیت مستقله دارد الی غیر ذالک. و هاکذا کلام در باب خمس، در باب زکات. زکات هم ملک نوع فقیر است، ملک نوع فقیر است و لذا هر فقیری ملکیت مستقله دارد الی غیر ذالک. مثال بعدی که زدن والوقف علی العلماء والفقراء، وقف بر علما یعنی مصرف عائد و عائد موقوف علما هستند. اینجا نوع مراده. به مصادیق که نگاه میکنیم مصادیق مالک استقلالی دارن. بعد ایشان میفرماید نه تنها جائز است، هیچ مانع و مشکلی هم ندارد. بعد مثال زدن کما لا مانع من اجتماع المالکین شخصیین، بالاتر اون اولی نوع بود مالک شخصی، میفرماد مثل موردی که وقف کرده شیئی را بر زید و عمرو، شیئی رو وقف کرده بر زید و عمرو، یعنی زیدم میتواند استفاده کند، عمرم میتواند استفاده کند. او صالحهما، یا وصیت بکند برای زید و عمرو، بگه این کتاب وصیت میکنم برای زید و عمرو، نه اینکه اینا مشترکاً دخالت کنن، یعنی مصرفش زید و عمره.
برای نه اختصاص هنوز نیست، هنوز ملکیت شخصی. اینجا هم مثال زدن، بعد فرمودن اصلا این که بگید مالکین مستقلین یک جا جمع بشن غیر معقول است، حرف بیوجه و بیدلیلی است. سید فرموده. بعد میفرماید ما انه لا اشکاله. از اینجا به بعد 2 مثال میزند برای حق. مثال اول میفرماید میتوانید شما یا 2 نفر میتوانند حق خیار داشته باشند نسبت به معامله ای. من این کتاب را فروختم، حق خیار میگذارم برای خودم و برای فرزندم. هر کدام از ما میتواند اعمال حق بکند و عقد را به هم بزند. اینجور نیست که اگر من خواستم اعمال حق خیار کنم از فرزندم اجازه بگیرم و بالعکس. هر کدام میتواند اعمال خیار بکند بدون اینکه دیگری اطلاع داشته باشه. و حق اختصاص هم مثل مالکیته. اینم یک مورد از مورد حقوق. مورد دوم از حقوق فرموده است ولایت پدر و جد نسبت به اموال طفل. بچه 5 ساله یا 10 ساله است، بالغ نشده، هم پدر نسبت به مال او ولایت دارد، هم جد پدری ولایت دارد و هر کدام هم میتوانند مستقلاً در تدبیر او دخالت بکنند. این حق استقلالی برای هر کدومشون هست، نیاز نیست از دیگری اجازه بگیرند. حاصل کلام سید رضوان الله علیه این است که نه تنها جایز است ید استقلالی بر شیء واحد و مالکیت استقلالی 2 نفر نسبت به شیء واحد، نه تنها جایز است که هیچ مانعی ندارد حتی در مالکیت شخصیش تا چه رسه به مالکیت نوع. اینو فرمودن. و باز حقم که از قبیل ملک است، در اونجا هم 2 حق استقلالی در یک جا جمع میشه، هیچ مانعی ندارد. امام رضوان الله علیه از مثالهای سید و نمونه‌هایی که سید آورده مبنی بر وقوع ملکیت مستقله 2 شخص بر شیء واحد، از این موارد جواب میده. به تعبیر دیگر کلام سید اینه ادل دلیل بر امکان یک شیء وقوع یک شیء. اگر چیزی واقع شد که نمیشه گفت محاله، واقع شده شما میگید محاله. امام رضوان الله علیه جواب میدهد، میفرماد این معقول نیست و محاله و مثالهای شما بجا نیست و انت خبیرون. از اینجا حرف امامه در این کتاب استصحاب صفحه 286. و انت خبیرون به مافی، میفرماید شما اشکالات این فرمایش رو کاملا متوجهید، نیاز به بیان ندارد ولی ما اشاره میکنیم. اما نقضه به مثل زکات و الخمس و الوقف العام فهو غریب
میفرماد این حرف از ایشان عجیبه، مردی با این عظمت علمی حرف رو بگه، این حرف رو بگه لأن المالک فی امثالها هو الجهاد. جهد و عنوان مالک است، افراد مالک نیستن. تک تک فقرا مالک نیستن، عنوان فقر و جهت فقر مالکه، مسجدیت مالکه و امثال اینها در باب وقف. پس بنابراین اصلا در اونجا ما مالک نداریم، مالک شخصی نداریم تا بگید که شما افراد کثیره در شیء واحد مالکیت دارن. اصلا افراد اونجا مطرح نیستن. جهت فقر است، جهت شیء واحده. این یک. و اما و مالکیت جهات هم امر عقلائی پذیرفته شده است. و اما مثل وقف بر زید و عمرو که شما گفتید مالکین شخصیین در یک جا جمع شده، مثل وقف بر زید و عمرو. می‌فرماید که وقف بر زید و عمرو یعنی چی؟ معناش اینه که من این کتاب رو وقف بر زید کردم الا ولا بد لا غیر، و وقف بر عمرو کردم الا ولا بد ولا غیر. اینه معنای وقفش، اینه. خب اگر بر زید فقط وقف کرده عمرو حق تصرف نداره، اگر بر عمرو فقط وقف کرده زید حق تصرف ندارد که اینجوریش که نامعقوله. درسته؟ پس این که میبینید زید حق دارد تصرف کند، امر حق دارد تصرف کند، معلوم میشه موقوف علیهم شخص زید نیست، شخص امر هم نیست، عنوانی است که بر آن دو تطبیق میکند. مثل این که بگوید احدهما، یا بگوید وقف بر زید و امر لعلمهما لفقرهما. اگر اینجور شد عنوان مالک است، شخص مالک نیست. میفرماید فهو ایزن کذالک در مفروض کلام، زیرا وقف بر هر دو به وجهی که یکون کل منهما مصرفا. معناش اینه یعنی هر یک از این دو مورد مصرف وقفه. پس این نمیشه، امکان ندارد مگر به وقف بر جهتی که قابل انطباق بر هر دو باشه. و الا اگر وقف این باشد که وقف کند بر هر یک از این دو و اعقاب ما، یعنی ذریه‌شون، کل منهما موقوف علیه به نسبه به نصف خواهد بود اگر بر هر دو وقف کرده. و اگر اینجور وقف کرده باشه یا این یا این، بله، یا این یا این که اصلا وقفش باطله، وقف تنجیزی نیست، باطله. پس بنابراین وقفی هم که مثال زدید درست نیست، وصیتی که مثال زدید اونم همین جوریه. وصیت کرده است برای 2 نفر. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه جهت مصرف این وصیت این 2 نفرن. اگر اینجور باشه که این 2 نفر به عنوان مورد مصرفن، به شخصه مورد نیست، پس اصلا اجتماع مالکین امکان پذیر نیست. و اما مثال هایی که برای حق زدید اونم درست نیست.
مثل حق خیار، مثل ولایت ابوجد. بله، در اینجا امام یک جمله ای فرمودن، اون جمله را دقت کنید. میفرماید که و اما نقض به بعض الحقوق که حق الخیار و که ولایت الاب و الجد فغیر واردن. این نقض اصلا وارد نیست. چرا؟ چون فرق است، فرق آشکاری است بین ملک و بین حق خیار، فرق داره. چرا؟ زیرا حق خیار عند العقلا برگشت میکند اذا اضافت لازمها اضافتن، برگشت میکند به یک نسبتی که لازمه اون نسبت تسلط بر فسخ عقد است. این آقا حق دارد عقد را فسخ کنه بدون اختصاص عقد یا عین به ذل حق. من حق دارم چیکار کنم؟ من حق دارم عقد را فسخ کنم، اما عقد مربوط به من است، کتاب مربوط به من است، کتاب مربوط به من نیست. من این فعل را میتوانم انجام بدم، خیار اعمال خیار کنم، عقد را فسخ کنم، اما عقدم به من ربطی ندارد، عینم به من ربطی ندارد. پس من یک فعلی را میتوانم انجام بدهم. حالا شما که اعمال خیار میکنید، فسخ میکنید عقد را، با من که فسخ میکنم عقد را، دو تا فعل هست یا نیست؟ بله، دو تا فعل هست یا نه؟ این کجا اجتماع حقین است؟ اجتماع حقین بر کجا؟ من به عقد که مالک عقد که نیستم، مالک عینی هم که معامله شده که نیستم. اینجا کجا اجتماع حقین فی شیء واحد شده است؟ من حق انتخاب فسخ دارم. فعل من با فعل شما دو چیزه، یک چیز نیست. من غیر حتی یقال لا یمکن اختصاصان قائمان به شیء واحد و لذا لا یجوز اجتماع بعض حقوقی که اعتبارش کذالک است. ببینید امام میفرماید بعضی از حقوق که تعلق میگیرد به عین، اونجا دو تا حق یک جا جمع نمیشه. مثل حق و تهجیر. شما یک زمینی را آمدید، زمینای چی بوده؟ موات بوده است، آمدید چیکار کردید؟ تهجیر کردید، دورش سنگ چیدید، حق اختصاص برای شما پیدا شده. کسی دیگه میتونه تهجیر کنه همون را و بعد برای او حق پیدا بشه؟ یه حق ندارد که. اون جایی که حق یک نوعی تعلق به عین دارد، دو تا حق جا جمع نمیشه. در خیار مشکلی ندارد. بله تحقیق ان الخیار عبارتون عن ملک فسخ العقد یا ملک و اقرار العقد، یا عقد رو تثبیت میکنه یا فسخ میکنه. فلا یتعلق حق علی العقد، نه بر عقد حقی دارد نه بر عین. فاذا قیل ان الفلان حقا علی العقد یفسقه، حق دارد فسخش کنه یا عین میتواند برگردانه او را، یعنی حق فسخ و استرجاع دارد. پس خیار از اختیار گرفته شده. ولا ینسب یا لا ینسب، نسبت داده نمیشه مگر به افعال. پس اطلاق نمیشه بر ملک اعیان و منافع. نمیگن خیار معناش این نیست که این مال منه یا منفعتش مال من است. من حق اعمال دارم، میتونم بگم فسختو. این حق اگر اینجور شد فلا یطلق، پس چنان که خود سیدم فرموده فکل من الشخصین، هر یک از دو شخص حق فسخ دارد مستقلاً و هر یک از اونها اختیاری دارد و خیار مستقل دارد. اما یعنی فعل خودش مستقله،
معناش اینه به عین خارجی کاری ندارد. ولا یکون متعلق حق این دوتا شیء واحد نیست. حق اولی چیه؟ میتونه اعمال خیار کند. حق دومی چیه؟ اعمال خیار. او فعل خود چه؟ این فعل خود چه؟ بر شیء واحد نیست، در شیء واحد جمع نشده. اما بحث ولایت اب و امثال اینها رو که فرمودید اونم از همین قبیله. حالا برای جلسه اول بس بسید. صلی الله علیه و